سلام جیگرطلا، خوش اومدید به این ویدیو. قرار توی این ویدیو سرورهای MTA با هم مقایسه کنیم. سروری که ما امروز می‌خوایم مقایسه کنیم سرور ادرسیتیه. شاید تو نمی‌خوای سلام کنی؟ سلام علیکم. این شهلا اسکین الکی. علیکم. این جیگرطلا متاسفانه مرده. من فهمیدم پشمام ریخت. این بیشعور واسه خودش اسکین دختر برداشته، میخواد بره مخ بچه‌ها رو آی بزنه. نزده. خب شایان آقا بریم دونه دونه سوالا رو بپرسیم و ببینیم که حالا چجوریه. شایان سرعت پینگ سرور چجوریه؟ فوق‌العاده قوی. خوبه؟ تو راضی؟ آره. اوکی خوبه. آره واقعا خیلی خوبه. سرعت بالا اومدن سرور نسبتا ببین خیلی خوب نیست، خیلی هم بد نیست. خوبه، متوسطه. کیفیت من از دیگه خیابون در صورت بالا اومدنش 7 میدم. آها خوبه، من 6 میدم. ولی واسه مشکلاتش رو حل کردن ها. اه؟ الان اوکی تر شد. آره خب بهش 10 حالا میدم. کیفیت خیابون و ساختموناش چطوره؟ فوق‌العاده است. عالی. کیفیت خیابونش واقعا نسبت به سرورهای دیگه خیلی باحاله. ساختموناش هم نسبت سرورهای دیگه خفنه. الان دارید میبینید دیگه، آره من دارم واقعا میرم خفن. به نسبت سرورهای دیگه. الان بگم مثلا نیاید با جی تی ای با جی تی ای وی مقایسش کنید بگید نه این تخم مرغیه ها. این نسبت به سرورهای دیگه خوبه. اوکی. شایان پشتیبانیشون چطوره؟ پشتیبانیشون فوق‌العاده است. یعنی پشتیبانیشون سری میاد. آره واقعا پشتیبانی خوبی دارن. یعنی حتی ما خواستیم ویدیو بگیریم، حالا سازنده سرور گفتش که من این ماشین رو برای ویدیو در اختیارتون میذارم که بتونید حالا یه ویدیو خوب با کوالیتی بالا بگیرید. فلج شدم تو حرف زدم. شایان بچه‌ها این ماشین کیفیت 2 میلیارد طولشه. یعنی آره خیلی یعنی جدیدترین ماشین سرور این. کیفیت آره و سریع‌ترین. کیفیت رابا سرعت فعال‌سازیشون چطوره؟ اونا هم باز همچنان عالیه. اگه پلیس باشه سریع میاد اصلا بدون وقفه. خب منطقا تو هر سروری اگه پلیس نباشه خب نمیان دیگه، نیستن که بیان اصلا. آره آره باشه دوتا باشه سریع میان. اگه اصلا یه دونه هم باشه من دیدم که بقیه سرورها مثلا میگن یه دونه پلیسه ادمین میگه چون یه دونه است نمیاد، ولی اونجا یه دونه است میاد. یعنی آره. تکی میاد مثلا آقا جمع. من یه چیزی بگم که حالا از این سرور خوشم اومد. یک صفحه کیلومترشو حالا چیزشه آمپر چی میگن اینو؟ آره. بعد آمپر بنزین دیگه. یکی چیز باحالتری هم که داره این پایین اگه نگاه کنید بالای آمپر حالا زده که توی هر خیابون تو باید چند کیلومتر بر ساعت بری. مثلا الان اینجا زده 60 تا. آره من برام اهمیتی نداره. مثلا اینجا زده 60 تا، اینجا میشه 90 تا. حالا تو جاده های دیگه هم بستگی داره. خب شایان اینجا مثلا میری کار میکنی بعدم میری راب میزنی برای توبیخی میزنن؟ نه نمیزنن؟ چون خود شایان حالا چیه مدیکی تو؟ لیدر مدیکم. لیدر مدیکی شایان. خودت به شخصه میزنی؟ حسینم لیدر مدیک. خودت به شخصه میزنی راب راب میزنی یا مثلا براش توبیخی بزنی؟ من راه میزنم و به شخصم توبیخی نمیزنم. ولی من و براشون اصلا توبیخی اونجا میزنم. بچه‌ها خیلی باحال چیزن. اصلا واسه هم توبیخی نمیزنم. خب اینجا سختگیرن خیلی؟ اصلا سختگیر نیستن. یعنی ببین سختگیری که حالا بعضی موقع خوبه دیگه. خب اینجا آره. سختگیریشون سختگیری به موقع است، الکی نیست که آقا مثلا چرا داری تو خیابون با 120 تا میری نمیای اینطوری کنه. خب بازی دیگه، حال کردن به تو ربطی نداره که چرا دارم 120 تا میرم. مثلا چرا میزنی به تیر چراغ برق؟ من عشق میکنم میزنم. نزن ماشین خراب میشه. میخوام نور خیابون کم بشه. آره. خب شایان بچهای اینجا توی سرور با هم صمیمیان چجوریان؟ خیلی با هم صمیمیان. حتی اونایی که تا نیو پلیرن بچه‌ها میرن سرش رابطه صمیمی یالا برگزار میکنن. رابطه با هم برگزار میکنن. ما هی من میام فکر بد نکنم نمیشه. خب آقا اینجا آرمی داره دیگه، درسته؟ بله. بذار من آرمیشو توی نقشه نشون بدم. خب آرمی اینجاست. بذار من برم نشون بدم به بچه‌ها. بذار بریم آرمیشو نشون بدیم. به نظرت بچهای آرمی چجوریان؟ بچهای آرمی هم باز خودمون بیترن و اصلا با توهی با هم دیگه حرف نمیزنن اصلا. آره تو یه سری سرورها هستن که حالا تو پارتای دیگه میبینید ما در موردش میگیم. خیلی به بچه‌ها توهین میکنن، بی‌ادبی میکنن. بعدن حالا توهین که میکنن هیچ بچه‌هایی که حالا اصلا تو آرمیان توهین میکنن مشکل نداره، ولی اگه کافیه تو توهین کنی
نمیدونم جیل میخوری، توبیخی میخوری، کلی اذیتت میکنن دیگه. تا کارت پایان خدمت رو بگیری کلی باج ازت میگیرن. خلاصه شاید امکانات سرور رو بگو. امکانات سرور بچه‌ها ناکن، این سرور خب تازه تاسیسه و با اینکه تازه تاسیس شده پلیرهای خیلی زیادی خفنه. اینجا قار داریم، استخر داریم، پارتی که داریم. حالا اومد گفت ابوالفضل دیگه، گفت اومد میای پارتی که داریم خیلی خفنه. دیگه چیا داریم؟ کاراش واقعا خفنه. کارهایی که اینجا داریم مثلا الان آرمی که داریم میریم. دیگه چی؟ یه مکانیکی، سری کارهای مدیک، معمولی داره. پیدی. آره یه سری نه این کارهای کارهای معمولی. فکشناست، کارهای فکشن های سری نیو پلیر بخوای بازی کنی مثلا بعد تو شهرداری کار بردی باز کاراش آره هم الکتریکی باربری، ولی اینجا همش هم سالمه ها، آره هیچ همش لگ و خفنه. باگی نداره. اینجا هم میشه حالا آرمی که ما زیاد دسترسی به آرمی نداریم به خاطر اینکه درش حتی بسته حالا من یه است. چیزی هم به شما بگم، اینجا الان بیرونش رو نبینید خشک و خالیه، توش آره توش خیلی واقعا خفنه. قشنگه. وایس حالا ببینم میتونم نشون بدم یه جوری. آرمی باحالیه. خب الان اینجا رو اگه میبینید خیلی خرا خلوته به خاطر اینا اینکه پر میشه چون سرویس تازه این تاسیسه. آره بیرون آرمی یک دو. خب الان توی آرمی خیلی خفن تره ولی کسی نیست که در بچه‌ها باز کنه. آقا کسی سروری هست تو اینجا؟ آرمی خیابون کشی نکردن. آره اینجا خیابونه قشنگ تمیز داره. خب خب بریم. چی کن بشی. آقا بریم یه جنبندی بکنیم. سرعت پینگ سرور خوبه، سرعت بالا اومدن سرور متوسطه، کیفیت خیابونا و ساختموناش خوبه، پشتیبانیش خوبه، کیفیت رابا و سرعت فعالسازیشون اگه حالا پلیس باشه سریع فعال میشه. نوع توبیخی برای خلاف بسته به خلافته ولی خیلی توبیخی نمیزنن. سخیریس خیلی گیر نیستن ولی بالاخره سخیری رو انجام میدن. صمیمیت بچهای سرور همه با هم صمیمیان، میگن میخندن. آرمی اگه بری آرمی بهت خوش میگذره. توی سری سرورها هستن که بهت شاید حال نده. کار کردن تو سرور بسته به کاری که تو دوست داری. اگه کارت پایان خدمت داشته باشی میتونی بری کار کنی. خب شایان تو از 1 تا 10 به این سرور چند میدی؟ داداش من از این 1 تا 10 به این سرور واقعا 10 میدم، چون واقعا از هر نظر عالی. ایول حال کردی باش. منم از 1 تا 10 9 9.5 میدم. سرور باحالی بود. آقا توی جدولمون امروز ادرسیتی رتبه 1 رو داره. هفته دیگه یه سرور دیگر رو مقایسه میکنیم. شاید ادرسیتی بیاد رتبه دوم، شاید هنوز رتبه 1 بمونه. شاید اصلا شایان یه سرور دیگر رو دید پراش ریخت بگه من 20 میدم. اینم از سرور ادرسیتی که مقایسهش کردیم دیگه امروز. شایان تو کاری نداری؟ نه عزیزم، بچه‌ها با کاری نرا یا فکر نکنم. آقا اگه کار ندارید خداحافظ.